shop مغازه. This shop has beautiful clothes. این مغازه لباسهای زیبایی دارد. خب شاپ هم که میدونید به معنای مغازه یا فروشگاه هستش. مثلا شاپینگ سنتر به معنای پاساژ و محل خرید هستش. و همینطور هم میدونید که I was shopping یعنی من داشتم خرید میکردم. شاپینگ هم به معنای خرید کردن هم میشه ازش استفاده کرد و میتونه یه جاهایی ورب هم باشه، البته با was are اینا، یعنی با ام و ایز و آر. خودش به تنهایی نمیتونه ورب باشه یا فعل باشه. مثلا I am shopping من دارم خرید میکنم، I was shopping من داشتم خرید میکردم و به این شکل به کار میره. خب بچه امیدوارم که این نکته هم به دردتون خورده باشه. بریم ویدیوی بعدی. فعلا خدا نگهدار.